بعد اومدم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم بگم با چه حالی دارم براتون ویدیو رو میگیرم. نگاه تازه از زیر سوم اومدم. اون توقع دارم این ویدیو رو بترکونینا، یعنی چرا داری من مسخره می‌کنی؟ مسخره نمی‌کنم. چرا ادای من نمیاری الان؟ بعد همین الان که حرف مجازات اومده وسط، اونا مجازات چی؟ مجازات فلک. دارم همش میخندم. دردم میاد. دردم میاد. بریم ویدیو رو شروع کنیم که دیگه خیلی داره طولانی میشه. سلام. خوبی؟ شهر بهادر اینه دیگه. شهر بهادر کاربندت خراب، بعد شهرش عوض کنه. همون کاربند بهادر همون تخفیف میده. ریاکشن پیرمرده رجب خیلی باحال بود. یا ابوالفضل من بیادبی کردم، یه دست گون بده. ببخشید. یعنی داشتم خودم کنترل میکردم و خب بعد این پیرمرده که اومد شد گفت یا ابوالفضل، اینا یه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بریم ویدیو بعدی. سلام. خوبی خواهر؟ میخواستم برم میدون کارگر، من نمیدونم، به من میگن اون سمت کجا؟ از این سمته که من رفتم نبود به خدا. کدوم سمت باید برم دقیقاً؟ خب برید میرسید خب برید رسیدین سمت. آقا یعنی شما ترک نمی‌کنم. چرا داری من مسخره می‌کنی؟ مسخره نمی‌کنم. چرا ادای من نمیاری الان؟ من بیادبی نمی‌کنم خدمتتون. من فقط یه آدرس خواستم به عنوان برادرتون. بله این سمته. یعنی چی؟ چیه؟ چرا ادای من در میاری؟ من غلط بکنم. نه دور از جون، من قصد جسم بده ادای من داری در میاری. من ادا در نمیبرم. میگم همین سمت برم مستقیم. بله مستقیم بریم میرسی ساز. ما یه دوری مخفی میگیریم، اگه میشه رضایت بدین. من خودم مدرس زبانم، اگه قول میدین منو تگ کنین حالا با این یعنی گرو کشی میکنی؟ آقا چشم ایجادونم تگ میکنی، شما یه دست گون بده. ببخشید. دختره رو دیدی چه باج گرفت. خودش اون لحظه نخریدم، منو دیگه ایب نداره. میگه اگه منو تگ میکنه اشکال نداره ویدیو رو بخشه. باحال میبریم. نه خب تونستم خودم رو کنترل کنم. خب بریم برای ویدیو بعد. تلاش کردم که بمونی لامصب، ولی دلت با من نبود. خب چی کار کنم؟ بیچاره همسرم حق داشته. خنده دار نبود. واقعا حق بود خداییشا. ولی خب بابایی با یه لحظه گوش بده به من. یه لحظه پاتو بیار پایین. با نگام کن. با من شوهر میخوام. خودی نکن. چی گفت؟ پدره چی گفت؟ نفهمیدم باباش چی بهش گفت. یه بار دیگه نگاش کنم. بابایی با یه لحظه گوش بده به من. یه لحظه پاتو بیار پایین. با نگام کن. با من شوهر میخوام. نفهمیدم بازم باباش چی گفت. شما اگه فهمیدین باباش چی گفت تو کامنت ها بهم بگین. من نفهمیدم چی گفت. دو با 3 بارم گوشش دادم. بریم هستیم را کشک شیری سوختم من.
برم برگردم. سزای خندیدن به مردم همینه. وای خدا. خب این ویدیو بعدی این خودش خیلی واقعا هم دیوس بود. آخه چی جایی بود گذاشتی جارو رو؟ نه خیلی بال بود. شوخی پسر خداییش خیلی باحاله. بعد یعنی شوخیشون واقعا شوخی خرکیه و جنبهشون خودش خیلی بالاست. بریم ویدیو بعدی. بابا امروز گفت خیلی خوب توی کم شده. خب بابا یه نون بدی. میگه ما گوشت و مرغ و ماهی میخوریم که خون اضافه داشته باشیم. ما یه ذره نخود و لوبیا و سویا میخوریم. هر وقت کشور میاد به تنظیم باد داشت ما در خدمتی. بله ببریم. واقعا طنز تلخ بود. بریم ویدیو بعدی. حرف راست من از بچه بشنیم. پرهام من چیزی آدم میام تو خاله کسکشی. عزیزم خودت گفتی دیگه حرف راست باید از زبون بچه بشه. خیلی باحال بود. خیلی خوب بهش گفته بود. من چرا نمیتونم خودم رو کنترل کنم؟ من اصولا آدمیم که اصلا کلا خیلی دیر خیلی سخت به یه چیزی میخندم، ولی نمیدونم چرا الان از همین الان که حرف مجازات اومده وسط، اونم مجازات چی؟ مجازات فلک، دارم همش میخندم. آخه چرا؟ خب بریم ویدیو بعدی. نداشت بخیر بشه که میخواستین کرونا رو نابود کنی؟ واقعا چرا؟ من ندیدم ولی خداییش اینجوری. من توی بندر ندیدم که مثلا اینجوری چی کنن. حالا شاید هم بودا ولی من ندیدم. ولی خب واقعا فازشون چی بوده؟ چجوری واقعا اینجوری چی بگم؟ بهتره وارد بحث نشیم که چرا با فضولی کنی؟ عاقبت آدم فضول هم اینه. دیدی؟ چیکار داشتی؟ خب اینا قشنگ مشخصه دیگه از ریختشون که اینجا احتمالا چیزی هست که گذاشتن. چرا باید بریم ویدیو بعدی. چه خندیدم. مجازات فلکه رو دیگه باید برم. ولی خب نظرتون چیه به جز فلک و مجازات دیگه هم بذاری؟ خودش فلک تنها خیلی بده. حالا بریم آخر ویدیو تصمیم میگیریم که مجازات اون فقط فلک باشه یا چیز دیگه. با ایشون از تغییر صحبت نکنید. این پسر همون بود؟ نه من نمیتونم باور کنم. یه بار دیگه ببینم.
این واقعا خودش بود؟ چند تا کامنت هم برش گذاشتم ببینید کامنتاش. برگام ریخت، خیلی تغییر کرد. چی شد تصمیم گرفتی سیبیلاتو بزنی؟ شبیه بغض یا کریم بودی. تغییر نکردی که تغییر تو رو واقعا این کامنت حق بود. خیلی تغییر کرد. این خنده دار نبود که، ولی خب پشمام ریخت. بریم ویدیو بعدی. وقتی که تو بزرگ شد خدایا میدونه در آینده قراره چی به سرش بیاد. از همین الان داره سنگاشو با مامانش با میکنه دیگه که مشکلی پیش نیاد. دمیجا خیلی بامزه بود، پسر گوگولی کیوت بود. تموم شد. پشمام ریخت. اون پسر چجوری همه تغییر کرد؟ خدایا واقعا دوران بلوغ خیلی دوران بدیه. بگذاریم. من دیگه کم کم داره حالم بد میشه، یعنی برمیگردم دوباره به اون حالت مریضی. خب من اومدم با مجازاتشو بگیرم. مجازاتش یه دونه این مثلا خیلی دوره، یکم بیاش نزدیکتر. خب یه دونه سیبیلاتشی، 2 تا هم فلک. بیا اول سیبیلاتشی برو. دردم میاد اینجا میسوزه، ولی خب باز خیلی درد نداشت. فلک، 2 تا هم فلک. بیا یواش بزنی. خب خیلی بد بردی بالا. بابا ده فوزیلی کنی؟ بیا کنی یکی دم مونده. یواش بزن محکمی. همه که پر یه پام زد. چه صدایی داد؟ صداشو شنیدی؟ وای که پام میسوزه. ولی یه بدی داره، وای خیلی که پام میسوزه. اینم از مجازات فلک. وای خیلی محکم زد دومی رو. امیدوارم فقط صداش توی ویدیو افتاده باشه. خب اینم از این مجازات فلک. ببین من دوباره با قیافه داغون اومدم. اگه این ویدیو رو دوستش داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب و شیر یادتون نره. خیلی دوستتون دارم.